سلام به همه شما. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از معروفترین و شاید بشه گفت بحث برانگیزترین تکنولوژی‌های ذخیره‌سازی، یعنی RAID 5. قراره با هم کامل زیر و بمش رو در بیاریم. ببینید، هممون با این چالش همیشگی درگیریم، نه؟ اینکه چطور میتونیم داده هامون رو هم سریع ذخیره کنیم، هم امن نگهشون داریم و هم اینکه برامون ارزون تموم بشه. این دقیقاً مثل یه مثلثه که بهش میگن مثلث ذخیره‌سازی. معمولاً شما فقط میتونید 2 تا از این ستا رو با هم داشته باشید. همیشه یه جای کار میلنگه. خب، حالا اینجاست که تکنولوژیایی مثل RAID 5 خودشون رو نشون میدن. RAID 5 ادعا میکنه که اومده تا یه تعادلی بین این سه تا گوشه مثلث برقرار کنه. یعنی یه جورایی یه راه حل میانه است. حالا بیایید با هم ببینیم واقعاً چطوری این کار رو انجام میده. اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، RAID 5 میاد چند تا هارد دیسک رو برمی‌داره و با هم یکی میکنه. برای این کار از یه تکنیک خیلی هوشمندانه استفاده میکنه به اسم استرایپینگ با پریتی. حالا این یعنی چی؟ یعنی وقتی شما یه فایلی رو ذخیره میکنید، اون فایل رو به تیکه‌های کوچیک تقسیم میکنه و هر تیکه رو روی یه دیسک جدا مینویسه. این کار سرعت رو حسابی بالا میبره. اما همزمان یه قطعه اطلاعاتی پشتیبان هم به اسم پریتی میسازه که حکم بیمه اطلاعات شما رو داره. خب یه نکته خیلی مهم. برای اینکه بتونید RAID 5 راه بندازید به حداقل تاکید میکنم حداقل 3 تا دیسک احتیاج دارید. حالا میخواد هارد دیسک های مکانیکی باشه یا SSD های جدید فرقی نمیکنه. زیر 3 تا دیسک اصلاً امکان پذیر نیست. یکی از بزرگترین نقاط قوت RAID 5 دقیقاً همینه. میتونه خراب شدن کامل یه دیسک رو تحمل کنه و آب از آب تکون نخوره. یعنی یه دیسک بسوزه، اطلاعات شما کاملاً امنه. اما و این یه امای خیلی بزرگه. این فقط برای یه دیسکه. اگه خدای نکرده دیسک دوم همزمان از کار بیفته، دیگه فاتحه همه اطلاعات خونده است. همه چیز از دست میره. خب حتما الان دارید از خودتون میپرسید این پریتیا که اینقدر ازش حرف زدیم اصلا چیه هست و این جادوش از کجا میاد؟ بیاید یکم عمیق‌تر بشیم و ببینیم پشت پرده چه خبره. فرض کنید میخواید یه فایل رو بنویسید روی سیستم. خب RAID 5 اول اون فایل رو به چند تا بلاک یا تیکه تقسیم میکنه. بعد این تیکه ها رو بین دیسک های مختلف پخش میکنه. به این کار میگن استرایپینگ. اما اصل ماجرا اینجاست. با استفاده از اطلاعات اون تیکه ها یه بلاک جدید و محاسباتی به اسم پریتی درست میکنه. این بلاک پریتی مثل یه جواب معماست. بعد این بلاک رو هم روی یکی از دیسک ها ذخیره میکنه. نکته قشنگش اینه که این پریتی همیشه در حال چرخشه و هر بار روی یه دیسک متفاوت نوشته میشه. حالا میرسیم به قسمت هیجان انگیزش. فرض کنید بوم، یکی از دیسک‌ها از کار میفته. شما خیلی راحت، حتی بدون اینکه سیستم رو خاموش کنید، اون دیسک خراب رو در میارید و یه دیسک نو جاش میذارید. به این قابلیت باحال میگن هات سواپ. حالا کنترلر RAID وارد عمل میشه. میاد به داده‌های روی دیسک‌های سالم و اون بلوک پریتی نگاه میکنه و مثل یک کاراگاه با استفاده از اونها تمام اطلاعاتی که روی دیسک خراب بوده رو دقیقاً بازسازی میکنه. بعد این اطلاعات بازسازی شده رو روی دیسک جدید مینویسه و تمام. آرایه شما دوباره سالم و کامل میشه. خب تا اینجا که همه چیز عالی به نظر میرسه، نه؟ اما خب هیچ تکنولوژی بی‌نقص نیست. RAID 5 هم یه سری نقاط قوت داره و یه سری نقاط ضعف. خیلی مهمه که هر دو طرف سکه رو ببینیم تا بتونیم یه تصمیم درست بگیریم. خب بیایید یه نگاه به این جدوله بندازیم. سمت راست مزایا. اول از همه سرعت خوندن اطلاعات توی RAID 5 فوق‌العاده بالاست. دوماً از نظر ظرفیت خیلی به‌صرفه است. اگه شما مثلا 4 تا دیسک داشته باشید، فقط به اندازه ظرفیت یکی از اونها برای پریتی استفاده میشه. اما بریم سراغ معایب که خیلی هم مهمن. اول سرعت نوشتن کنده. چرا؟ چون برای هر نوشتن باید اون محاسبات پریتی انجام بشه. به این میگن جریمه نوشتن. و دوم که پاشانه آشیل RAID 5 محسوب میشه، زمان بازسازی یا ریبیلد هست. وقتی دیسک خراب میشه، بازسازی اطلاعات روی دیسک جدید خیلی طول میکشه و تو این مدت کل سیستم شما به شدت آسیب پذیره. این جمله دقیقاً میزنه به هدف. ببینید، مشکل اصلی همینجاست. با این هاردهای چند ترابایتی که امروز داریم، پروسه بازسازی یه آرایه RAID 5 میتونه ساعتها و حتی گاهی چند روز طول بکشه. حالا شما تصور کنید تو تمام این چند روز کل آرایه شما بدون هیچ حفاظتی داره کار میکنه.
اگه تو این مدت فقط یه خطای کوچیک روی یکی دیگه از دیسک‌ها اتفاق بیفته، کل اطلاعات شما برای همیشه از دست میره. ریسکش واقعاً بالاست. خب، با توجه به این ریسک بزرگی که در موردش حرف زدیم، شاید بپرسید پس جایگزین چیه؟ گزینه‌های دیگه‌ای هم داریم؟ البته که داریم. بیایید رید 5 رو بذاریم وسط رینگ و با 2 تا از رقبای اصلیش مقایسش کنیم، یعنی رید 6 و رید 10. این جدول همه چیز رو خیلی خوب خلاصه میکنه. رید 6 در واقع نسخه امن‌تر رید 5 هست. به جای یه بلوک پریتی 2 تا بلوک پریتی داره. نتیجه میتونه همزمان خرابی 2 تا دیسک رو تحمل کنه. این عالیه، ولی خب هزینه‌اش اینه که سرعت نوشتنش از رید 5 هم کمتره. اون طرف ماجرا قهرمان سرعت یعنی رید 10 رو داریم. سرعت نوشتن تو رید 10 فوق‌العاده است، اما خب بزرگترین عیبش اینه که شما دقیقاً نصف ظرفیت کل دیسکاتون رو از دست میدید. پس خیلی گرون در میاد. خب با همه این حرفا حالا میرسیم به سوال 1 میلیون دلاری. بالاخره کی و کجا باید بریم سراغ رید 5؟ آیا اصلاً هنوز جایی براش هست؟ جواب مثبته. رید 5 هنوز هم کاربردهای خودش رو داره. بهترین جا براش جاهاییه که عملیات خوندن اطلاعات خیلی بیشتر از نوشتنه. مثلا فکر کنید به یه فایل سرور یا یه وب سرور که کاربرا بیشتر دارن محتوا رو میبینن. تو این موارد رید 5 یه گزینه عالی و کاملا اقتصادیه. یه کاربرد خوب دیگه‌ش هم برای آرشیو کردن اطلاعات و سیستم‌های بکاپه. جایی که شما می‌خواید حجم زیادی از اطلاعات رو با هزینه کم و با یه سطح قابل قبولی از امنیت نگهداری کنید. اینجا دیگه اون سرعت پایین نوشتن خیلی اذیت نمی‌کنه. اما میرسیم به خط قرمزها. به هیچ وجه، تکرار میکنم، به هیچ وجه از رید 5 برای دیتابیس های سنگین و پرتراکنش استفاده نکنید یا مثلا برای هاست کردن ماشین های مجازی. تو این سناریوها که هزاران عملیات نوشتن در ثانیه اتفاق میفته، اون جریمه نوشتن رید 5 عملکرد کل سیستم شما رو فلج میکنه. اینجا بدون هیچ شکی انتخاب درست رید 10 هست. و در نهایت همه چیز به شما و نیازهای خاص شما برمیگرده. شما باید این 3 تا فاکتور رو کنار هم بذارید. بودجه‌ای که دارید، سرعتی که لازم دارید و سطحی از امنیت که براتون حیاتیه. با در نظر گرفتن همه اینها، آیا رید 5 هنوز برای کار شما یه انتخاب هوشمندانه محسوب میشه؟ این سوالیه که فقط خودتون میتونید بهش جواب بدید.